همشهری کین، فیلمی از اورسون ولز، ولی غافل از این که شهروندی به نام کینه و ما این رو به عنوان همشهری نمیپذیریم. کسی که باهاش تا آخر فیلم غریبه میمونیم و نمیفهمیم، نه نیازهاش رو میفهمیم نه خودش رو. بریم با هم جنجالی ترین فیلم تاریخ سینما رو بررسی کنیم. It isn't enough to tell us what a man did. You've got to tell us who he was. Rosebud. If I hadn't been very rich, I might have been a really great man. چارلز فاستر کین کسیه که یک قصر شکوهمند داره در جایی به نام زنادو، جایی که ما نمیشناسیمش، مثل خود کین که ما نمیشناسیمش. فیلم از جایی شروع میشه که ما با دیدن چند حصار دور عمارت همشهری کین وارد اتاق خوابش میشیم. یک صحنه خاموش و روشن شدن اتاق خوابش رو میبینیم و بعد کلمه‌ای که به زبانش میاد رو کلوزآپ لب‌های پیر همشهری کین که میگه روزباد و یک گوی بلورین برف اندود از دستش میفته و میشکنه. پرستار وارد میشه و اعلام میکنه که همشهری کین قصه مهمترین خبرنگار و مهمترین روزنامه داره اون شهر فرضی مرد. همه روزنامه ها، همه شهر این خبر رو مستتر میکنن و ما با یک فیلم خبری وارد فیلم میشیم. قراره که این فیلم خبری به ما بشناسونه که همشهری کین کیست، که بعد از شناخت همشهری کین بفهمیم روزباد چه بود که از لب همشهری کین اومد بیرون. ولی غافل از این که فیلم خبری همونطور که از ذاتش پیداست قابلیت شناسوندن کسی رو ما نداره، فقط قابلیت القای کسی رو ما داره و ما القا میشه به همون که همشهری کین آدم مهمی بوده، ولی تا آخر فیلم نمیفهمیم که همشهری کین چرا مهمه، چرا این آدم مغرور، پست، خودخواه، به ظاهر دغدغه‌مند چرا مهمه؟ چرا مهمه که چرا مرد؟ چرا مهمه که باغ وحش داشت؟ چرا مهمه که 3 میلیون دلار خرج عمارت موسیقی کرد برای زن دومش؟ چرا 2 تا زن داشت اصلا؟ هیچ کدوم اینا رو ما قرار نیست بفهمیم. قراره که در این فیلم یک اعجاب تکنیکی ببینیم. قرار تلاش های اورسون ولز 26 ساله برای ورودش به سینما و دغدغه‌مندی زیادش و کنجکاوی های زیادش به ما لذت بصری بده، ولی این لذت بصری باقی میمونه و تبدیل به سینما نمیشه. فیلم خیلی فیلم حیرت انگیزیه به خاطر اینکه ما یه عالمه و بسیار زیاد با تکنیک های عجیب و غریبی مواجه میشیم که سینما رو به قبل و بعد خودش تقسیم میکنه. یعنی اگر گریفیث ادبیات و روایت سینمایی و قصه گویی رو به سینما هدیه میده، اورسون ولز تکنیک های بسیار زیادی رو به سینما هدیه میده که نمیتونه ازش استفاده کنه. چرا نمیتونه ازش استفاده کنه؟ به خاطر اینکه اورسون ولز جوونه، حس میکنم اورسون ولز جوونه و مقهور تکنیک های خودش میشه. مقهور تکنیک شدن یعنی چی؟ یعنی غافل شدن از فیلمنامه‌ای که میتونست خیلی بهتر باشه. فیلمنامه‌ای که سر و صدا میکنه، کل فیلم سر و صدا میکنه، ولی سوال اینه چرا همشهری کین مهم میشه؟ این سوال مرکزی ماست. چرا همشهری کین مهم میشه؟ چون اگر همشهری کین مهم نشه، مهم نمیشه که روزباد مهم بشه. روزباد به عنوان یک المان جامونده از حسرت‌ها و آرزوهای کودکی که همه چیز داشت و یک روزباد کوچک نداشت، تبدیل به عنصر مرکزی شخصیت نمیشه. روزباد سورتمه‌ایه که همشهری کین کوچیک
که هنوز همشهری نشده و کین بودنش مهم نیست، با خودش در شب سرد زمستانی که خونش رو ترک میکنه و با تاچر نقل مکان میکنه و به شهر دیگه میره که ثروتمندترین کودک باشه در زمان خودش، که اونم نمیفهمیم چرا، سورتمنش جا میذاره و همه آرزوها و گذشته و آیندهش به اون سورتمه گره میخوره، یعنی به زادگاهش و آغوش مادرش در نهایت گره میخوره. ولی این امر در نمیاد تو قصه. نه مادر همشهری کین برای ما مسئله است، نه کودکی همشهری کین برای ما مسئله است. ما یک پیرمرد و یک جوان و یک میان سال جاه طلب میبینیم. جاه طلبی که نمیدونیم چرا جاه طلبه، جاه طلبی که کل آثار هنری جهان رو خریده، حالا کل که یه ذره زیاده ولی بسیار زیاد آثار هنری خریده ولی هیچی از هنر نمیدونه. یه عالمه عمارت ساخته ولی هیچی از هیچی نمیدونه، هیچ نسبتی با هیچ چیز نداره. دغدغه کارگر داره، بهش میگن کمونیست، ولی معلوم نیست اصلا چجوری اون سرمایه‌دار با اون عظمت و رانت معدن داشتن در کودکی میتونه دغدغه کارگر داشته باشه. عده‌ای اونو سرمایه‌دار به معنای اصیلش بخونن، ولی چه ارزشی خلق کرد؟ چه ببین، سوال اینه، این آدم به جز غرور هیچ چیز نداره. انگار تجلی اورسون ولز مغروره که اون هم به جز غرورش در فیلمسازی و نشون دادن و به رخ کشیدن تکنیکش هیچی دیگه نداره. شاید این حرف ذره گزاف و بزرگ به نظر بیاد، ولی واقعا همینه. اورسون ولز در این فیلم هیچ چیز جز تکنیک هایی که مغرورانه بهشون میباله و ازشون استفاده میکنه نداره که به ما هدیه بده. ما در این فیلم یه نکته خیلی مهم رو مواجه میشیم باهاش، اینکه اون چیزی که هستی رو زیست میکنی و اون چیزی که زیست میکنی رو تبدیل به هنر میکنی. هیچ چاره‌ای جز این نداری و محکومی به این موضوع. به چند تا سکانس میشه تو این فیلم اشاره کرد که سکانس های جالبی هن، ولی بیشتر از این نمیشه راجبشون صحبت کرد، فقط از جالب بودنشون میشه گفت. اونم یکی از صحنه‌های جالبش صحنه رفاقت و نوشتن اولین مانیفست روزنامه اینکوایر بعد از اینکه تحویلش میگیره. روزنامه‌ای که میگه ما قرار حقیقت رو به آدم‌ها بگیم، ما قراره که هیچ چیز رو نپوشونیم و همه چیز رو بدون زیر فیلتر بردن نشون بدیم و منتشر کنیم. قراره به جنجال بکشیم، ولی به جنجال میکشه، واقعا این کارو میکنه، ولی نمیفهمیم چرا به جنجال میکشه. رئیس جمهور رو که فامیل عموی زن اولشه رو به چالش میکشه، ولی به چه هدفی این کار رو میکنه؟ میخواد رئیس جمهور بشه ولی به چه هدفی این کار رو میکنه؟ تنها نکته‌ای که توی این فیلم خیلی جالب در میاد همون مانیفستی که سند رفاقت بین رفیق لیلاند میشه و بین اون همشریکین میشه که در آینده به خاطر یک زن و اینکه لیلاند نتونسته زیر اون عهدی که در لحظه اول با هم بستن بزنن، یعنی انتشار واقعیت بدون زیر فیلتر بردن، و در مورد زن همشریکین استثناء قائل نشده، این رفاقت به هم میخوره و این مانیفست از لحظه‌ای که متولد شد به لحظه‌ای میرسه که بی اعتبار میشه و لیلاند از روزنامه اینکوایر اخراج میشه. چیز بیشتری راجع به این فیلم نمیشه گفت، فقط میشه گفت که خیلی حال و هوای فیلم گرگ وال استریت رو داره. ما یک کمپانی و یک مؤسسه دیوانه و جنون آمیز میبینیم که معلوم نیست چی میخواد. توی گرگ وال استریت هم معلوم نیست جردن بلفورد چی میخواد. پول میخواد، شهرت میخواد، قدرت میخواد، چی میخواد؟ لذت داره میبره از زندگیش، لذت نمیبره، ناراحت، غمگینه، چی میخواد؟ ما تو همشریکین یه رزبات میشناسیم، ولی رزبات کدوم کودکی، کدوم سنس ما رو قراره به تحریک وابه داره؟ نمیدونم. این فیلم بهترین فیلم تاریخ سینما از نظر منتقدین خانه سینمای آمریکا انتخاب شده، بهترین فیلم از نظر مخاطبین هم انتخاب شده، ولی سوال بزرگ اینه که چی در این فیلم ما رو مقهور میکنه؟ آیا موفقیت یک کارگردان 26 ساله پرتلاش ما رو مقهور میکنه؟ آیا غرور
پشت فیلم و کبری که پشت فیلمه ما رو مقهور خودش میکنه یا سمپاتیک میکنه ما رو به خودش. یعنی ما میتونیم از این فیلم به روانکاوی غرور خودمون برسیم. شاید میزان محبوبیتش به این خاطر باشه که ما میتونیم تصور کنیم که با به فکر خود بودن و همه کارها رو لجبازانه انجام دادن شاید بتونیم موفق باشیم. بعید میدونم دلیل دیگه ای داشته باشه پشت جهانبینی آدم هایی که این فیلم رو خوب میدونن، ولی نمیشه انکار کرد که از لحاظ تکنیکی قابل اعتناست و تاثیرگذار. مواظب خودتون باشید.